Ассалому алайкум як бор дигар. Устод хуб ҳастед шумо? علیکم السلام و سلامت бошед. беҳтарин. Аллоҳ ҷазои хайртон диҳад. Хуб, якум савол ҳаме ки мақсад масъалаи имоме ки пеш медирояд намоза мехона, мақсад фарз кардем як шахс ҳастад қория, мисол тарзи таҷвид, тарзи хонданаш хубая, лекин аз ягон чи маънии Қуръон ғофилай. Мисол ҳатто як сураи Алҳамам маънеша намедонад ё сураи мисол Қул ҳуваллоҳе ки мисол инҳо осон ҳастанд, тарҷума ва тафсиршон, ҳатто ҳаминҳоро намедонам дар масъалаи мисол маънии Қуръон ё дигар умуман ягон ҷои намоза бигем маънеша намедонад. А як шахсияте ҳастае ки Қуръон масалан ба пуррагӣ шояд ягон хатое дорад, мақсад лекин вай пеш медирояд, аммо ай маъниёи бисёр чиз хабар дорад, мисол ақидаш хубай, тавҳидаш ҳама тарафа, мақсад мефаҳмад хубай ҳама ҷиҳата. Ҳамин ҷа кадомаш ҳақ доранд барои намоза мисол пештар омада хондан? این مرد دوم تجوید ندارد؟ таҷвид ба пуррагӣ не, мақсад ҳастанд шояд баъзе камбудӣ ягон вай хатогӣ шояд бишавада, мақсад баъзан вақт мушоҳида мешавад. اکنون به هر حال ظاهر قول پیامبر صلی الله علیه و سلم یؤم القوم اقرأهم لکتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. به مردم امامتی میکند حافظ ترین آنها به کتاب الله تعالی گفتند. و در جنگ احد هم پیش از آن که مرده ها را به قبر گذارند، در یک قبر 4 نفر 5 نفر را میگذاشتند. از سبب آنکه جنگ تمام شده بود، همه خسته شده بودند، به هر یک آدم و 70 شهید داشتند. به هر یکی آنها علاهیده قبر کندن یک امری مشقت بود. بعد جنگ مردم جراحت دار بودند، مردم نزدیکان خود را از دست دادند، در جنگ شکست شد. خیلی مسلمان ها در حالت مشقت بودند. از همین سبب و این چنین زمین احد هم زمین ملایم نیست، قبر کنی مشقت بود. بنابراین در یک قبر 4 5 نفر میماندند. وقتی که قبرها آماده میشد، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم یه سوال میکردند: ایهم 4 نفر به همین قبر آماده کردیان، 4 میت همینجا ایستاده است، میگفتند که ایهم اکثر اخذا للقرآن، کدام اینها بسیار قرآن حفظ میداند؟ سوال میکردند. بعد به کدام آنها اشاره کرده شد، اول همون میماندند. این همچون احترام قرآن. و این قرآن معنای این ندارد که اون آدم توحید میداند و این آدم قرآن پوری توحید است. اصلا مسئله شریعت به دو تقسیم کردن، اصول و فروع، یعنی که گویا یک قسمش عقیده یک قسمش فقه گفته تقسیم کردن، شیخ الاسلام میگن که این بدعت است. میگن شریعت به دو تقسیم کردن. به عادی ترین مسئله هم جبریل میفرماد، به توحید هم جبریل میفرماد، همش تنزیل من رب العالمین. آداب هم از پیش الله آمدگی است، جبریل آوردگی است به قلب محمد صلی الله علیه و سلم. عقیده هم همش به هم دیگر آمیخته است. الیوم اکملت لکم دینکم، امروز من دین شما را مکمل کردم. دین یعنی که همین را در بر میگیرد. انه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم. در صحیح مسلم جبریل بود آمد تا اینکه دین شما را فهماند. در این توحید هم بود، روزه هم بود، زکات هم بود، تمام احکام اسلام را در بر میگیرد. بنابراین یعنی چخیلی که الله تعالی گفت ادخلوا فی السلم کافه، به دین مقدس اسلام به پررگی درآیید. چقدر توحید میدونید و تجوید نمیدونید. چقدر شما قرائت میکنید قول الله تعالی که وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاه، این توحید است. همین شما غلط میخونید. این یک نوعی یعنی که توحید دانسته است و تجوید ندانسته است. باید همش دانید. برای آنکه همین توحید باید طبق تجوید خوانید. ورتل القرآن ترتیلا، یعنی قرآن باید به تجوید خوانید. همین قرآن خودش توحید است. قرآن مملوئی از توحید است. حتی بعضی علما میگن که تمام آیات های قرآن دلالت به یگانگی الله تعالی میکنند. بنابراین امام باید یعنی که صفات های امامتی را داشته باشد، هم علم قرآن داشته باشد، هم علم سنت داشته باشد. مراد از علم سنت یعنی هم سنت فقهی، فقه حدیثی که ما الان در شرح عمدة الاحکام خوندیم، حدیث های احکام، حدیث های فقهی، بله حدیث های رقایق هست، حدیث های تفسیر هست، حدیث ها خیلی بسیار حدیث در تمام باره ها حدیث هست، در تمام موضوع ها و فن ها حدیث است. بنابراین علما میگن که اولین علمی که در شریعت منتشر یافت، پهن شد و تألیف هم شد و تدوین هم شد، این علم حدیث است. گفتن ببینید به تاریخ اسلام مردم فقط به علم حدیث مشغول بودن در ابتدا، که در همین داخل علم حدیث همه علم ها موجود بود و قاری ترین صحابه ها با عالم ترین آنها بود. آنه که قرآن هم میدونست معناهاش هم میدونست. اینکه یک آدم قاری یک قاری باشد که فقط حفظ کرده است تمام، این که یک آدم دیگه نه قرآن میدونه نه تجوید میدونه و از احکام شریعت باخبر است. باید به تدریج همه علم ها را آموزد. والله اعلم. خوب، بهترین. ما رو کم تر دیگه میره روشن‌تر اگر اجازه باشد من فهمونم. مقصد همون نفری که حتی قاری هست، مثال فرض کردیم همون
پیش امامتی میکنن مثال میدرد خیلی که گفتین مقصد حداقل باید بفهمن بدونن مثال تفسیرش این نشما خود کنن مقصد پرهیز نیستن فرض کردیم حتی بسیار وقت به گناه هم میروند همونها انسانی که ایه که پیش میدروید میخوند بعضا وقت این نمیدونم چه سبب باشد اما تجوید خوب نیست تجویدش خوب نیست مقصد نقض تجوید ندارد این انسانی پرهیزگار است انسانی مثال نمازش در وقتش میخوند 5 وقتشه و یا باشند بعضا وقت با نمیخونن بعضا وقت حتی موسیقی گوش میکنن همین خیلی حادثه ها میشه ما در یک کارخانه کار میکنیم مقصد بعضا وقت همین خیلی حالات ها میشه تجوید آموزد پرهیزگار مادامی که پرهیزگار باشد بله یعنی که احکام امامتی را آموزد قرآن را آموزد سوره فاتحهش را اقلا یا سوره ناس و فلق یک سوره هایی که به نماز میخواند همه اقلا اصلاح کند مادامی که مادام دیندار باشد کوشش کند و کلام پروردگارش درست تلاوت کند اکنون این یکی از علامت های قیامت است دیگر در بالای منبر و در محراب آدم های سزاوار را به نهایت کم میبینید خیلی که در حدیث گذشته گفتیم در صحیح بخاری اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه وقت وظیفه ها که به غیر به نااهل ها سپاریده می شود منتظر قیامت باش گفتم دیگر امام سزاوار خیلی مشکل است در محراب و در منبر دیدن بله جزاک الله خیرا فهمو این مسئلهش